خوب گوش که مرده همچی یک نصیحتگر من چی کار کنم با چی بگم گپی همو خوشتامنی بفهمی به عقلی به فراستی به انصاف تا بگیر من خیلی بگم باید باشد اگر تو همه کار که کنی تا شیطان چی فرق داری با مورد تانه آخی زیبی تانه تو داری زیبی تانه تو داری زبانی میگه دزدغر درازه نه که باز زبانی تو درازه میگه خدا هلاکت کنه تره هزار حیف میگم بر همون مردهایی که همین خیر نشادیمش آخی آمدی در خانه گفتی همین تاجیکای ما خطا ماری سیاه کردی 100 نمود زاره و تولا کردی برادران عزیز و گرامی خیلی و خیلی زنگ های زیاد حتی در همین یک ماه مبارکی ماه بندگی است ماه صبر است ماهی هست که فقط و فقط ما باید در فکری روزه داشتن ما باشیم در فکری پاداش گرفتن باشیم در فکری ذکر باشیم عبادت ما باشیم ولی افسوس که تشویش های زندگی هم در این ماه هم برادرای عزیز بسیاری از خواهران و دادران ما را نگذاشتن که همین ماه مبارک با همون طریق درست و باید شایدش روزه بیدارن و عبادت کنن برادران عزیز و گرامی حضرت علی را پیامبر نازنین ما گفت لا یهدی الله بک رجلا واحد خیر لک من حمر النعام ای علی اگر به شرط یک آدم در یک آدم تو اگر سببگار شوی و وی راه درست انتخاب کند از یک شتری که شاید صدها هزار دلار شتری سرخمو بسیار شتری کمیافت و نایافت است اگر صدها هزار دلار در خرد و همراه ذبح کند و به مردم تقسیم کند از اون دیده این بهتر است که یک آدم شما نصیحت کرده و در راه درست هدایت کنید از این لحاظ مقصد من چی است که شکایت بی‌نهایت زیاد از زندگی برادرای عزیز و گرامی ایرا مقصد گویم هر آدم شاید برای گوش کننده که از زبان من گوش میکند شاید اون قدر متاثر نباشد برای چی؟ برای که وقتی من تلفن ما گریان میکنم تلفن وقتی که مقصد صدای همون یک زن میبراید اولا دلم گواه میتید که ای حاضر حتما از زندگی شکایت دارد بعد وقتی که در دوام مقصد گفتگو باور کنین آن زاره ها و آن تولا و آن گریه هایی را که از زبان این خواهرها میشنویم راستی خیلی و خیلی دل آدم پاره می شود برادر عزیز اندکک اگر در همین قلبت انصاف باشد یا رحم باشد به خدای مهربان قسم قرار نشستن میتونی علال خصوص من زین لحاظ امروز من تصمیم گرفتم که من یک نصیحت برای نفرهایی که زندگی ها را سبب ویران شدنشون هستند من برای اینها یک گوشزده میکنم از من یک مصلحت از من یک رسانیدنی چگونه که الله مهربان میگه و ما علینا الا البلاغ المبین بر ذمه شما فقط همین است که شما به گوش اونها رسانین همین قدر که اونها آگاهی پیدا کنن که یعنی مقصد در زندگی ها چگونه باید دخالت کنیم در زندگی ها باید چگونه عمل کنیم شما ایره به گوششان رسانین دیگر اونها خوب میکنن بد میکنن دیگر الله مهربان گفت که دوام این در دست من است یعنی حال اینها را کار اینها را الله گفت من حل میکنم فقط از شما به اینها رسانیدن است زین لحاظ منم که یکی از نفرهایی که اگر چنده که لایق هم باور کنیم بر این نیستم ولی بسیاری از خواهرها بسیاری از مادرها بسیاری از پدرها
وقتی از من خواهش میکنن که در همین باب شما صحبت داشته باشین، من به خدای مهربان قسم، این قسمی حانسی است، با والله قسم که من وقتی سخن اونها را میشنوم دیگر قرار ایستاده نمیتونم. از این لحاظ من برای نفرهایی که اونها ویران کننده زندگی فرزنداشون هستند، من میخواهم در گرد این یک صحبتی داشته باشم. الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله. برادران عزیز و گرامی، مادران و پدران خیلی مهربان، شما دانید که زناشوهری این قانون الهی است. خدای مهربان مرد آفرید و زن آفرید تا برای سبب آفرینیش که قرآن میگد و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. الله مهربان که یکی از قدرت‌های خودش میگد من مرد آفریدم، من زن آفریدم تا که اینها مقصد با یکدیگر یک جا باشند، تا اینها مقصد یک زندگی را بنیاد کنند، تا اینها صاحب دستگاه و دکان و خانه شوند، تا از جمع اینها فرزندای مقصد به دنیا بیایند. و الله مهربان همین نظام، همین ترتیب خدای مهربان خودش جا به جا گذاری کرده است. از این لحاظ امروز این وقتی که قانون گویم قانون خدا کی باشد، وقتی زن و شوهری هایی که می شود، ما اولا دانیم که این قانون الهی بوده است و در این روز رسیدند هم ما باید شکرگزاری کنیم. بعد از این من نمیخواهم در این باب احترام مرد و احترام زن صحبت کنم، زیرا من قریب در همین برنامه اینترنتی اگر هر یک آدم نگاه کند احترام زن، احترام شوهر، ساعتهای خیلی طولانی من صحبت ها داشتم. دیگر در این لحظه ها اکو نمیخواهم که اونها را تکرار کنم. برای آدمانی که خواهند معلومات گیرن میتونم با همین مقصد مراجعت کنن. انشاءالله امروز این وسیله ها و این واسطه هایی که پیدا شده است کار ما و شما را خیلی آسان کرده است. از این لحاظ فقط من خواستم که همینجا یک چند سوالی که بر من آمد، سوال ها زیاد بود لیکن همونهایش که من خواستم در ابتدای همین صحبتم به گوش شما رسانم، فقط همونهاش خوانم که یکم خواهر زنگ میزند آمد است که من از گویم حامله دار هستم. بگذار مثال 4 ماه یا 5 ماه گفتگی، اینجا هم حتی اونش هم در چیده است، من حامله دار هستم. ولی از روزی که آمدم در خانه همین خوشتامن و خسول من روز ندارم بابای داملا. یعنی ما با شوهرمون همزبانیم، ما با شوهرمون یکدیگر را میفهمیم، لیکن چیکار کنم که مادرش مجبور دارد که باید این دختر حامله دار نمیشید، باید تو عالی قطعی این 2 سال 3 سال زندگی میکردی، تو خراکتر ای را میفهمیدی، تو ای را باید میدونستی، بعدا مقصد تو از ای فرزند میگرفتی. از این لحاظ بابای داملا من در بطنم حاضر فرزند دارم. این مادری بچه گویم خوشتامنش مجبور دارد که رفته این فرزنده مقصد از بطن این زن بگیر، تازه کن و در همین دوام میستیم، صبر میکنیم، میبینیم اگر میشدگی باشد بعد من مقصد عروسش اعلان میکنم. انا اینجا دا بعد زندگی ها تونا و مقصد کاراتونا من میبینم گفته. یعنی از همون تحت کنترل من، از گفته من یگان قدم بیرون نمیشه. اگر مقصد قبول داری مرحمت، نداری همون گپی سفسطه پیشینه که شیرا من نمیبخشمد، من مادری تو نیستم،
من تر ای خانه پیش میکنم. خلاص این خواهر چی میگد؟ بابای داملا آیا من به همین کار راضی شوم یا نشوم؟ شما چی میگین برادرای عزیز؟ در جای من خداتون تصور کنید که در همین خیل سوال باید چی جواب گویین؟ چی جواب گویین؟ اکنون من سوال و جواب دارم، بر من مراجعت میکنن همچی یک برادرشون، همچی یک نصیحتگر. من چی کار کنم؟ باید چی بگم؟ بگم گپی همو خوشتامنی، بفهمی، به عقلی، به فراستی، به انصاف تا بگیر؟ من همین خیلی بگم باید. سوال دیگر اینجا چند سوال است، لیکن من همون میگم پارچه پارچه همونها را برای شما خانم. داملای عزیز، از روزی که من این خانه آمدم من زیر طعنه خوشتامنم قرار گرفتم. داملا التماس میکنم خاندانی ما از برنامه های شما دائم پیگیری میکنن، گوش میکنن. یک صحبت درباره طعنه کردن، خاصه بر همین طعنه ای که من مالی کم آوردم. مقصد شاید بیچاره خیلی دستی کوتاه داشته است، خب نادار بوده است، به شرایط بوده است، مالی کمتر آورده است. تا حاضر میگد من صاحب یک فرزند با یک فرزند دیگر در شکمم، تا حاضر میشینیم طعنه ای که تو مالی کم آوردی، تو چیزی کم آوردی، تو لایق این خانه ما نیستی، تو لایق این بچه من نداری، گفته برای من طعنه میکنن. داملای عزیز، در همین باب یک صحبت میکردیم. من باور کنین حیران میشم در همین مسئله که وقتی که شما طعنه میکنین تو مالی کم آوردی، ای به انصاف، تو چند پول دادی خودت؟ این شما یک چند پول، همون $2000، همون $3000، همون $4000 و چی میشود؟ تو مالی کم آوردی، ای به انصاف، تو چند پول دادی خودت؟ این شما یک چند پول، همون $2000، همون $3000، همون $4000 و چی میشود؟ یک دختر تا 18 و 19 تربیه کردن این کاری آسانه؟ این چند $1000 میشود؟ اینش آخی آمدی در خانه گفتی همین تاجیکای ما خودم ماری سیاه کردی، 100 نمود زاره و تولا کردی، هزارها با روت سیاه و سفید کردی، دروغ هم گفتی بچه من ایتری است، من خودم ایتریم، خودت 1000 نشان دادی. بردی همین دختره، نخوا همین کم آوردن همین سبب همین قدیل سیاهی باشد. و شما حیران میشم، من $2000 میتی، $3000 میتی، یک ماشین بار میاره در خانه میسپاره، دخترش میاره میسپاره، با مورد طعنه. آخی زیبی طعنه تو داری، زیرا که با $2-3 تو آمده در خاندان دختردار با جبر کردگی، $10,000 $20,000 بار بردگی، با دخترش بردگی، با طعنهش میکنی. همون یک تاجیکای ما یک مقال دارن، زبانی میگه دزدغر درازه، نه که با زبانی تو درازه. تا جای خجالت حس کنی که آقا من چی دادم که من از این قدر بار به تو ترالم، که تو عقل فراست داشته باشی هیچگاه با بار و با مال او باید نظر نکنی، با اخلاق او نگاه کن، با رفتار او نگاه کن. هزار حیف میگم بر همون مردهایی که همین خیل خوشتامن ها مثال کلین ها را طعنه میکنن در بر همون زن شیشتگی و یک دهنگب نمیزنی. من نمیدونم تو در او خانه تو چی نقش داری، تو در او خانه چی نقش میبازی؟ و چرا مثال او وقت طعنه کرد تو مثال همچی یک رهبری خانه، خداوند در قرآن الرجال قوامون علی النساء گفته است، یعنی رهبر مثال تو همچی یک کلانتری خانه و حساب میره، یک دمک نمیگوی ای مثال زنک اوی چی کاره تو بیا روزمان بتی، آخی همین گپ شید، همین کار شید. آخی بار نگاه که تو چند سوم دادی که این قدر بارو به تو
از این طلبداری. برادر عزیز، من نمیدونم، همه کار در دست زنه. بیچاره خودشان میگن، من از کجای گپوره از خودشان میگن، میگن خسر بسیار آدمی خوبه، وای در گپ نمیرسه، او را گپ زنی هم نمیمونه. خیلی گپ به تو نرسه، گپ زنی نمونن، تو در او خانه چی کار میکنی؟ همون خدا رحمت کنه شیخ سعدی را چی میگه؟ یک مصرای شعریشه نویسانده بدون، میگفت اگر زن ندارد سوی مرد گوش، خوب گوش که مرده که زنت زندگی بچه تا ویران کیسته، خب در خانه تلاطم انداخته سته، در خانه مصیبت آورده سته، خب لیکن تو وقتی که خاموشی و سخنی نمیگوی، من برای تو مراجعت دارم. ترا شیخ سعدی گفته سته اگر زن ندارد سوی مرد گوش، سراویل و کهلش در مرد پوش. میگه که بگیرین لباساتون ایواز کنین، لباس های مردکی تبته در دست انمو زنتون، لباس های او را تو بپوش، برای که دستی تو در این خانه هیچی نمی آمد است، یعنی تو در اون خانه هیچ کس نبوده. بسیار بخشش میپرسم، کم کم عصبانی میشم، کم کم در احساسات داده میشم. اگر چندی من آدم احساساتی نیستم، ولی من یک آمار خواندم از مجله گازیته اسیسیر، رئیس کمیته کار با زنان و آیله نزدی بگیم جمهوری تاجیکستان. اون وقتا نامشم در همون مقاله گرفتم، قاسم زاده ایدیگل بود است، تقا قاسم زاده ایدیگل تقا. گازیته اسیسیر از 19 سپتامبر 2019 چی گفته است؟ گفته است در نیم ساله یکم، در نیم ساله یعنی در 6 ماه، عدد طلاق به 6065 رسید که نظر به 2018 411 تا زیاد شدگی است. ببینید در 6 ماه 6065 طلاق، یعنی 2011 کمتر بود، 2019 باز زیادتر شد. ولی الله دانا با 2020 چی باشد، ولی آمارش با میبراید. همه این از دست شما هست، از دست شما هست که شما با این کاری بسیار بیرحمانه، بسیار کاری زیش شما دست زدین. از خدا بترسید، از خدا بترسید. ولی پیامبر نازنینمون در حدیث ها میگد که لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذیء. کسی اگر طعنه کننده باشد، کسی لعنت گوینده باشد، کسی زبان حقارت کننده داشته باشد، پیامبر گفت که اینها باید هیچگاه دعوای ایمانداری نکنن. نگن که ما مؤمنیم، نگن ما مسلمانیم. همین آدمایی که ولی در حق همین زندگی های همین دخترای مردم بگیم یا فرزندای خودش جبر میکنن، ولی همین شب قدر بود، ولی همین شب با 6 دستکو، ولی با قرآن خوانده، خیلی فکر داره که البته تمام، یعنی ما همین کارا را کردیم، مقصد وظیفه بندگی به جا آمد. فکر نمیکند که یک زندگی را که تو تأثیر منفی خطا میرسانی، چقدر این شبهای قدر، چقدر عبادتهای تو را از بین میبرد. پیامبر میگه لیس المؤمن، ترا من مؤمن نمیگم. پیامبر نازنین میگه تعیس عبد الدینار و الدرهم و القطیفه و الخمیسه این اوتی رضیه و این لم یعطا لم یرضا. خدا هلاک کنم بنده های درهم و دیناره، بنده های قالین و بنده های مقصد مال و ملک، خدایا را هلاک کنه. برای چی؟ اگر بتیشان راضیان، اگر نتیشان راضی نیستن. علال خصوص به انمو مادرهایی که طعنه میزنین و مال میگین و چیز میگین، پیامبر گفته تعیس تا هلاک شد، میگه خدا هلاکت کنه تره، که سبب
زندگی فرزندی تو همون 4 جغل بگیم یا 4 تکسری شدگی. من حیران میشم. من امروزا مسئولیتام تماما دیگر شدگی. خیلی که پیامبر نازنین گفته است لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. شما در عاصی شدن خالق مخلوق گوش نکنید. من تمام فرزندای شما میدونید که چی میگن. میگن چیکار کنیم بابای دولا، چیکار کنیم. یعنی مقصد شما را دیگه مادرها دوست نمیدارن. رو شما فکر نکنید که او گپی تر اجرا کردنش به سبب چی ای؟ به سبب که نمی امر معروف گوش کنی که مادر تا حرمت که پدر تا حرمت که او مقصد همین چیز و یا قپید است حاضر. یا خاطر همین که امروز در جامعه میگن ای پشت زنش مقصد ای خانه برآمد رفت یا مادرش گوش نکرد، لیکن بگذار همچنان باشد. من برادرای عزیز همه شما را مصلحت میتونم که وقتی مادر ترا اگر توصیت کرد که زن تا طلاق که هیچ وقت طلاق نکن، پدرت گوید طلاق که طلاق نکن، آقد میکنم آق که وای آق نیست برادرای عزیز. زیرا اینها به خاطر دین نیستن. همه اینا غرضها دارن، همه اینا مقصدها دارن. در مردم ما وقتی کلین آوردن همچو برای چی میارن؟ برای خدمتگار، یاردمچی نه، همچو فرزند نه، همچو خدمتگار. تو باید که مقصد همیشه در روی پاد راست باشی. تو هیچگاه مقصد حق شیشتن، حق خواب کردن، حق مثال طعام خوب خوردن تو یه حق نداری. تو باید فقط خدمت کنی. تو 100 نامعقول کردگی، 100 نامعقول کردگی. اگر اسلام داشته باشی، مسلمان باشی، تو با تمام کتابهای خدا و رسول تو یک آدم گناهگاری، تو یک آدم ظالمی. برای همین پیامبر نازنین بین حتی هلاک شود همون کسانی که دنبال مال دنیا میدوند یا به خاطر دنیا مقصد این کارها را میکنند. برای همین بسیار من از شما خواهش میکنم مادرای عزیز و کسانی که در زندگی امینا دخالت میکنید، دخالتی خوب کن. ما هم برادرای عزیز کلین داریم، ما هم فرزند داریم، لیکن ما فرزندا را در علایدگی میشونیم میگم بچه‌ام دعای نیکی من میفارد. خب زناتون قطع معامله شروع کنین، زناتون حرمت کنین، حقارت نکنین بچه‌ام، زناتون را نزنین. ما هم الحمدلله 2 تا کلین داریم، ولی همیشه حرکت میکنم که برم در چهره همونها مقصد تبسم بینم. دایی میرم در علایدگی میپرسم شون بچه میگم کمبودی ها دارین، یگان مقصد نفهمی ها هسته بینتون. من در علایدگی از بچم نه، از کلین میپرسم که چیزی که در همینجا باشد من باید برطرف کنم، من باید زندگی اینها را خوب کنم. زیرا که من این کار را به خاطر چی میکنم؟ به خاطر آن میکنم که مرا الله و رسولش امر کردگی است که تا اگر دعوای ایمانداری داری باید انا همچنان باشی. برای همین دادرای عزیز در نسبت زنهاتان هیچ وقت سختگیری نکنید. سخن مادر تای، سخن خواهر تای، سخن اپا تای، سخن اکا تای، اینها را در ترازوی شریعت چنگ کن که ببین که مقابل گفته خدا و پیغمبر نباشه قبولش کن. از این در بالاتر برادرای عزیز ولی بین اینجا یک سوال دیگه چی آمده است؟ سوال آمده است که انا وقتی خشتامنو از دنیا میگذشت دخترهاش را جمع کردو و ایرا من با طریق تلفن گرفتم، من نویسوندم خودم. دخترهاش را جمع کردو گفت همان روزی که من از دنیا میگذرم وقتی برای من آب نان میکنین، مقصد همون نانهایی را که بعدی مرده ها میکنن، من از شما گفته است بچه هم وقتی راضی میشم که در همین نان و آبم یگان کلین رحنتی. این وصیت بین یگان کلین رحنتی که مقصد همون آب و نانی که برای مردم میکنین در حق جان من، خب اونها دست بزنن. یک بار همی سخن تا اگر تا عقل میداشتی، اگر تو فراست میداشتی، تا یک بار همی وصیتی کردگی تا خوب گوش کن. یا همون خواهرها و مادرهایی که یا خواهرهایی که
ё бародарое ки ҳамин васияти модара гӯш кардем, агар шумо ҳамин кора карда бошед, шумо аз ӯда бадбахттаред. шумо аз ӯда бадбахттаред ки вақте ки агар сухани ҳамин модари ҷоҳили беақли нодона вақте қабул мекунед ки ҳатто бин дар зиндагӣ худо доноа ин одам чӣ хел одам бошад, и дар мурдаш ки ин хел васият дора, дар зиндагиш ин инсон инсонам набуда, ин одамам набуда, ин кӯчаи одамгариам гузаштагӣ нест. то ин андозара имрӯз мо расидем ки ҳатто бин и ҷабра бин, и зулма бин. пайғамбари нозанин мегӯяд ман ла ярҳами нос ла ярҳамҳуллоҳ. касе ба мардум раҳм надора, худо ба ӯ раҳм намекунад. анами қадар вайроние ки дар ҳамин омор хондум 6065, анами ай анамо дастҳои нопоки шумо, аз анамо баромадои нодурусти шумо имрӯз бин тамоми фарзандои мо, миллати мо бовар ки саргардонанд. барои ҳамин шумо ба тамоми ҳамон ҳамсоёе ки ҳамин хел занҳое ҳастанд ки дар зиндагии фарзандо дахолати нодуруст мекунанд, шумо дар ҳамсоядорӣ бояд муҳокимаш кунед. шумо бояд бигӯед ки ту ҳақ надорӣ ки дар як табақати ман бишинӣ, зеро ту ин кореро ту кардай, хеле худоро нороҳат кардай. бин пайғамбар мегӯяд абғазул ҳалол илаллоҳи атталоқ. бадтарини ҳалол ба сӯи худо талоқай. вақте худо ғазабнок мешавад дар як коре ки ту нокаси нолоиқ, ту ҳамун корда фарзанда далолат дорӣ, бачам талоқш намекунӣ, ширма пелат намекунам, тра ман намебахшам, ту фарзанди ман нестӣ. дар як кори далолат дорӣ ки ин кори туда худо ғазабнок мешавад. оли ман як ҳадиса хонда будум, мега пеши шайтон вақте ки фарзандош ҳар бегаи маълумот доданӣ мераванд, ку чӣ кор кардан дар ҳаққи бандаҳои худ. қояташ меравад, мега ман ҳаракат кардам ки имрӯз як одами намозхон буд, 5 вақт намозша нахон. мега модар ё падари ҳамун шайтон, мега барои ӯ ҳеҷ мақсад лаззате намебахшад. дигарш меяд, мега имрӯз ман як мусалмона мақсад васвосе кардам ки рӯзаша хурд, инашам таъсир намегзорад. дигарш меяд, мега ман васвосш кардам, имрӯз мақсад даст ба нӯшобаҳои спиртӣ зад, инаш дам мега аҳамият намедиҳад. мега як каса ба қатл расонид, инаш дам аҳамият намедиҳад. мега вақте як фарзандаш мегӯяд имрӯз ман мақсадан тари як хуштомани бефаҳми беақла ёфтам, васвосш кардам, дарав гирифт, мисол байни бачашу байни духтараш ҷудоӣ андохт, бачаак занша талоқ кард. мега модараш ҳамун шайтон мега мия аз пешонии бачаш буса мекунад, мегӯяд ки ана он коре ки ман мехостум та анҷом додӣ. яъне бубин, яъне дар он коре ки аллоро қаҳрш меяд, ғазабш меояд, аршш меҷунбад, ту ҳамун кора кардӣ. зеро ки шайтон душмани аллоҳ аст. вай ҳамеша хоҳиша меяд ки худо нороҳат бошад. агар ту ҳам ҳамин кора ки кунӣ, ту ай шайтон чӣ фарқ дорӣ? вақте ҳамин кори зишт ай дасти ту гузашт, ту ай шайтон чӣ фарқ дорӣ? ваям хурсанд, ту ҳам хурсанд, ҳар ду як чизе. худои меҳрубон оқибатҳоамона ба хайр кунад, эмонамона бо саломат нигаҳ. як муроҷиат буд, як муроҷиат буд бар хуштоманҳо, бар хусрҳо, бар гӯем ҳамун нафарҳое ки дар ҳамун хона ҳастанд ки сари бигем ҳамун бачара ё ки ҳамун келина ё бачашона вайрон мекунанд, ба ин рӯзи бад меорандшон. як муроҷиат бар онҳо ки ба ин кор даст назанед, ҳаракат кунед, зиндагиҳои хуб бубинанд. дорад камбудӣ, дорад ке бекамбудӣ. пайғамбар мега куллу бани одама хатоун, ҳамаи фарзанди одам хатокорае, кадомаш бехатоае? ҳечи гапи не. шумо калонтарин, маслиҳат кунед, насиҳатш кунед, дар алоҳидагӣ биё ранги фарзанди худат саракша сила кӯ, вай
بگیم در یک هوای دیگر آمده است، در یک منزل دیگر آمده است. خب او با این کار و بار شمال آشنایی ندارد. او را مطابق همان هوای خاندانت بکن، تربیهش کن. کیبانوگی ندارد، کیبانوگیش بیاموز. ببین یگان کارش نادرست است، بفرم بچه که من این کارک نادرسته، این کارت خوب کن. بچه یگان سخن قبی و نادرست میگه، بچه تا سخیری کن. انشاءالله اینجا در بعد همه کارها گل میشود، همه کارها نیک میشود. بعد شما از این گفته هایی که من خیلی ممکن سخنی سخت قبی هم گفته باشم، شما این حالت از این سخنان رهایی داره. به خدا چیزی گفتم به خاطر خدا گفتگیم. حتی میدونین که نمی شب قدر بود، در همین شب قدرم مرا زنگ زدن که هم خیلی احوال جنگ داریم و جنجال داریم و چیکار کنیم. شما ببینین این روزهایی که در این روزهایی که اولی شیطان ها بگیم بندن، ای تو ای طریب بدبختی میکنی، ای پگه ای ماه بگذرد، این میدانی که با حال تو چی میشه. برای همین بگذار همین زندگی او قدر عمر درازی نداره. بگذار همین زندگی های آسوده ببینن، روزهای خوب ببینن. شما هم مقصد از معامله درستی اونها راحت کنین. انشاءالله این کلین های را که ما میاریم، ما را به حیث خدمتگار نمیاریم، به حیث همچه یک یاردم چی میاریم، همچه در پهلوک من یک دست مونه بگیرم. برای آن میاریم که در یک علایدگی قطیش بشینیم، یک دل مونه خالی کنیم، یک صحبت ها مونه کنیم، یک چقچقا مونه گفته مردم تاجیک بکنیم. نه به خاطر اینها را جبر کردن و ظلم کردن و تا جای رسید کار که حتی در مردهاتان باید اینا دستشون دراز نکنن. یا تا جای کار رسید است که حامله دار است، حملی او را باید دور کنی. آلی من را 3 سال می سنجم. این کارها را نکنین مادرای عزیز، خواهرای عزیز. همیشه حرکت کنین. هر کاری را که میکنین فراموش نکنین که الجزا من جنس العمل است. این دنیا به صاحب نیست. تو را آبی چشمش در رخسارش میریزانی یا غم در دل او میدراری، این به جواب نمیمانه. حتما تن در یگان مصیبت و مشکلات یگان بدبختی میزنی. برای همین همه طرف فکر کن. الله مهربان عمر دراز و ایمان کامل و با آنچه گفتیم خداوند توفیق عمل کردنش نصیب ما گردانه. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین آمین یا رب العالمین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.